سلام، خیلی خوش آمدید به ویدیو دیگه با بنده. من امروز میخوام برم تئاتر و گفتم که برای شما هم ویدیو بگیرم تا در این مسیر کنار من باشید. یکم هم دیرم شده، پس بیاین تا از این دیرتر نشده حاضر بشیم. بچه من رفتم لباسام پوشیدم، این پیراهنم پوشیدم با شلوار بگم. حالا میخوام کیف با خودم ببرم، این کیفمه. میخوام بهتون چیزایی که داخل کیفم میذارم و نشون بدم. آینه خیلی لازمه. کیف پول همه میبرن. کشمو چون میخوام موهام باز بزنم، اگه اونجا گرمم شد موهام ببندم. آدامس. ایرپاد برای آهنگ گوش کردن داخل ماشین، چون که سلیقه من با سلیقه های اطراف کسایی که داخل ماشین هستن خیلی فرق میکنه. به همین ایرپاد میدم خودم تنها آهنگ گوش کنم. گوشی من میارم چون الان گوشیم داخل پذیرای خونه است، حوصله ندارم برم بیارم، وقتی داریم میریم برمیدارمش. حالا میخوام ابرومو مثل همیشه با این براش صاف کنم، چون من اصلا اهل میکاپ و آرایش نیستم. خب بچه من ابرومم صاف کردم، یعنی یه جورایی لیف کردم دیگه. ژل ابرو دارم ولی میدونید خیلی وقتی که میزنم به ابروام سنگین میشه، اصلا اون حالت رو دوست دارم. فقط با یه براش ابرومو لیف میکنم. میخوام الان رژ لب بزنم. خیلی زیاده، یعنی منو بازه برای رژ لب، ولی الان بین این دوتا موندم. باشید ای بابا، جفتشون لیپ گلاسن ولی این بیشتر رنگ داره و براقیت، این فقط شاین داره. و همین اینو میزنم. نمیدونم، نه اینو میزنم. شاید بگیم به خدا یه رژ لب انتخاب کردن انقدر سخت نیست بچه، برای من خیلی سخته. نگاه کنید، اپلیکاتورش عین اپلیکاتور لیپ گلاس دیگه نیست، اینجوری تخته و یه شاین خیلی زیادی داره. الان میزنم بهتون نشون میدم. خب بچه‌ها زدم. داخل دوربین یکم بد میفته، انگار که خیلی رو لبم میدونید یه حالتی داره، ولی اینجا خیلی خوشگله. ولی شاینش رو نگاه کنید چقدر زیاده، خیلی شاین زیاده. اینم میبرم با خودم. رینگ عطر بزنیم، مثل همیشه عطر یاره خوشگل ناناس من. بچه من میخواستم اینو بخرم، اصلا پیداش نکردم، به طور عجیبی اصلا پیدا نکردم، فقط داخل همه مغازه از این بود، برای همین دیگه مجبور شدم همینو بخرم. خیلی بوش خوبه، بوی شیرین و اصلا همه چی قاطیشه. من به اینجا دستم میزنم، بعد اینجوری میمالم برم دیگه. ماندگاری بود تا دلت بخواد، اصلا ماهه. اینم بهتون بگم که یارو فیک بخرید اصلا ماندگاری نداره، فقط یارو اصلش ماندگاری داره. آره دیگه من آماده شدم، حالا برای تورا اونجا رسیدیم کنن هرچی که لازم بود و براتون ویدیو میگم. پس تا آخر ویدیو همراه من باشید. خب بچه‌ها ما از ساختمون خارج شدیم و داریم میریم دیگه. بازم از مسیر براتون ویدیو میگیرم. خب بچه‌ها ما رسیدیم نیاد شمال، داریم میگردیم. 2 ساعت و نیم زود رسیدیم یا 1 ساعت و نیم، نمیدونم، زود رسیدیم. بر همین دیگه داریم اینجا میگردیم تا وقتمون بگذر رو بریم تئاترمون رو ببینیم. بچه ها نمیذارن که ویدیو بگیریم از اون تئاتر، برای همین من آخر تئاتر که اومدیم بیرون نظرمو حتما بهتون میگم و امیدوارم که صدام بشنوید، چون که اینجا خیلی سر صداست. پس تا آخر این ویدیو همراه من باشید. بچه ها ما نصف این برنامه رو دیدیم، الان یه آنتراک داره، قسمت آخرش هم میخوایم ببینیم و بریم شام بخوریم. خب بچه ها ما الان تئاترمون تموم شد و آمدیم شام بخوریم. سفارشمون رو دادیم و منتظر موندیم و میخوام نظرمو در مورد اون تئاتری که رفتیم بهتون میگم. بچه‌ها این تئاتر گشتاپو بود و من قبلا یه تئاتر ردی ها هم رفته بودم. من ردی ها رو بیشتر از این دوست داشتم. بازم میگم این چیز خیلی سلیقه‌ایه، ولی باز گشتاپو هم عالی بود. کلا کمدیه و خیلی باحاله دیگه. قطعا بری، چون
از اولش تا آخرش همش میخندید. ردی ها که اینجوری بود، گشتاپا هم اینجوری بود. از این بابت خیلی خوشحالم. دیگه وایسادیم تا شاممون بیاد و بخوریم و بریم هوم، یعنی خونه. خیلی خسته شدم. خب بچه‌ها ما رسیدیم خونه و دیگه میخوام ویدیو رو به پایان برسونم. مرسی که تا آخر ویدیو همراه من بودید. لایک و سابیاتون نره و اگه هم دوست داشتید زنگولم بزنید که همیشه اولین نفر باشید که ویدیو من نگاه میکنید. پس تا یه ویدیو دیگه با من، بای بای.